خب خدمت دوستای عزیز یه مورد خاص پیش اومده. من گفتم البته دیگه سوراخ‌کاریشو کردم، بعد گفتم یه دفعه بیام به بچه ها توضیح بدم. نگاه کنید اینجا ما یه خازن معیوب داریم که حالا نمیدونم توی فیلم بیفته یا نه. این پایه کلن زده بیرون از داخل خازن، خاصیت خودش از دست داده و تقریبا اشتباه با خطا میزنه اون ولتاژ خروجیشو. که حالا جالب اینجاست، من این ویدیو رو برای این گرفتم. این خازن هم هست، این خازن هم هست، جفتشون 2200 ان. یکیشون 16 ولت، یکیشون هم 50 ولت. همونجوری که قبلا هم صحبت کردیم میکروفاراد خیلی مهمتره. ولت رو شما میتونید از 16 حتی تا 400 هم جایگزین کنید در مواقعی که ندارید یا مورد دسترس نیست. که من بهتر دونستم که این خازن رو جایگزین کنم و چون سوراخ‌ها نمیخورد اینو با دلر با مته سوراخ کردم. یه موقعی میخواید این کارا بکنید نترسید بچه‌ها، این کارا رو انجام بدید. وقتی مطمئنید که جواب میده این کارا رو انجام بدید با رعایت قطب مثبت منفی پایه ها. ما اینو جا میزنیم و دوباره تو ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدیم.